شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 28م را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. صبح روز دیگر هنگام قهوه‌نوشی مارتین چون عادت گازیته ها را از نظر می‌گذرانید. او در عمرش نخستین بار نام خود را دید که با حرف‌های کلان کلان در صفحه اول چاپ شده بود. با کمال تعجب واقف گشت که او یکی از پیشوایان نمایان سوسیالیستی آکلند بوده است. او با نطقی آتشینی که از نام او مخبری جوان نوشته بود چشم دوانده سراول از این تهمتی بی‌حیانه به غضب آمد، اما بالاخره خندکان گازیته را به یک سو هوا داد. این چیز را یا یگان مست نوشته است یا در پس این یگان غرضی جنایتکارانه پنهان است، گفت او به بریسندن که بعد پیشین به نزد مارتین آمده به یگانه کرسی نشسته بود. خودی مارتین از روی عادت به لب کت می نشست. به شما چی فرق دارد؟ گفت بریسندن. نخواست شما به عقیده خوکان بورژوازی که گازیته می خوانند اهمیت دهید. مارتین لحظه به اندیشه فرو رفت. البته من با آنها کاری ندارم، من فقط از آن خفت دارم که این مبادا مناسبت مرا با خاندان روف مشکل گرداند. پدری وی باوری دارد که من سوسیالیستم. ان این خبری بی‌معنی دلیل این فکر شده میتواند. مارتین نو به خواندن شروع کرده بود که بناخواست ماری در را گشوده به خانه جوانی خوش سر و لباس را در آورد. وی زود به گرد و اطراف چشم دوان نگاهش به کرسینکا و آشخانه قاطی دوخته شد و سرانجام با مارتین توجه کرد. شنید، گفت بریسندن. مارتین غیجیده به مهمان جای داد و سوال‌آمیز به وی نگریست. میستر ایدن، من نطق دیروزی شما را شنیدم، گفت جوان بعد خاموشی کوتاه. من میخواستم برای گازیت مصاحبه شما را تشکیل کنم. بریسندن یک باره قهقه زده خنده برداشت. هم کسب سوسیالیست؟ پرسید. مخبر با نگاه به بریسندن اشاره کرده و خیالاً از دل گذران که تصویر این مرده نمودش زنده در دل خوانندگان گازیته چی تأثیرات زوری به وجود خواهد آورد. حسابات را آن همین ترانچه نوشته است. اندیشمندانه گفت مارتین. برای چی شما ادبش را نمی دهید؟ پرسید بریسندن. من حاضر برای صحتی شوشم را برگرداندن راضیم که $1000 دهم. خبرنگار جوان از این گفتگو یک اندازه به حیرت آمد، زیرا این دو نفر چنان گپ می‌زدند که گویا او در اینجا حضور نداشته باشد. میستر ایدن، صورتان را گیریم زید نیستید؟ پرسید و مارتین همراه هم صورتگیر هم آوردن. وی میگوید که شتاب کردن لازم وگرنه آفتاب میشیند. صورتگیر؟ مهد کشیده گفت بریسندن. چی نگاه کرده شیشتید؟ مارتین، زنید وی را. از افتش پیر شدم، جواب گردان مارتین. میدانم که زدن در کار اما حوصله ندارم. ثانیاً از برای چی هم زنم؟ از برای مادری بیچاره اش، اعتراض کرد بریسندن. احتمال این گپتان جان دارد، راضی شد مارتین. اما از دو سر حوصله ندارم. آخر برای آن که آدم یگان کس را مشتکاری کند حوصله هم لازم است. ثانیاً به مشتکاری میارزد؟ راست نمیارزد. با آهنگ خوشحالانه هم آواز شد مخبر، هرچند که وهم‌انگیزانه به سوی در نگریست. البته در آنچه که او نوشته است از حقیقت نشانه نیست. به بریسندن مراجعت کنان سخنش را دوام داد مارتین. میداند همه این را من به طور عمومی تصویر کردم. هرچی باد گویان شهر داد جوان، اما ضمناً به این واسطه شما عجب آوازه پیدا میکنید. خوب گوید. دریا داشته باشد مارتین، به این واسطه
شما آوازه پیدا میکنید، با آهنگی متنتن اعلان کرد بریسندن. ها و من باید به این فکر راضی شوم. میستر ایدن اجازه دهید فهمیم که شما در کجا تولد یافتید؟ پرسید مخبر و به خود چنان نموده گرفت که گویا همه تن هوش شده باشد. دقت کنید و چیزی قید نمی کند. لقمه پرتافت بریسندن، همش را در یاد نگاه می دارد. برای من همینش کفایت. جوان به هر راه هیجان خود را پنهان داشتنی می شد. برای مخبری تجربه دار هیچ قید پید شرط نیست. این از حسابات دیروزتان معلوم شد. بریسندن طرفداری عقیده‌ای به بدی نیکی نبود و از این رو به ناخواست آهنگش را تغییر داده داد زد. مارتین، اگر وی را شما نزنید پس من میزنم، مرم هم میزنم. یک دو ترسکی کفایه بودگیست؟ پرسید مارتین. بریسندن فکر کرده سپس سر جنباند. یک لحظه پس مخبر دیگر روپویان در روی زانوان مارتین میخوابید، لیکن نگزید. آگاه کرد مارتین وگرنه من بشره دلکشتان را مجح کردم میپرتایم که به اینش دل خودم میسوزد. دستی راستش به یک مرام بالا و پایین میشد. جوان چه راست میزد، دست و پا میزد، دشنا میداد، اما جرأتی گزیدن نمیکرد. بریسندن این منظره را آرامانه مشاهده میکرد. تنها یک مرتبه کاسه صبرش لبزیر شده، شیشه خالی را به دست گرفت و خطاب کرد بیایید من هم یک تزنم. افسوس که دیگر مدارم نماند، گفت نهایت مارتین. دستم کرخت شد. او از گریبان مخبر داشت افشاند و به لبی کت نشاند. من به میلیسی عرض میکنم شما را حبس میکنند. داد زد مخبر. در دوباره روی صبح سرخش اشکی قهر و غضب جاری بودند. شما برای این کارتان جواب میدید، هوشیار باشید. انا خلاص، گفت مارتین. این بچه حالا هم نفهمیده است که برای فلاکتوار در آمده است. وای برای چی باشد نمیفهمد که در حق برادری خود این خیل دروغ گفتن به وجدانی است، به ادبی است و به شأن مرد نمیزیبد. خیر خود به جای خود آمده است که به وی فهمانده دهید. پران بریسندن. ها، به آمدن آمد، اما پیشکی به من تهمت زد، مرا شرمنده و شرمسار کرد. اکنون دکاندار گمان است که به من نسیه مال میدهد، ولی از همه بدش در آن است که تا ژورنالیست نغز و متهمی گذرا شدن بیچاره یکم را با همین راه می رود. حالا وقت است اعتراض بیان کرد بریسندن. عجب نیم است شما وی را برای راست هدایت کرده توانید. مارتین این دفعه راستی در قهر شد. بریسندن به این حادثه همچون به یک هزل دل خوش کننده می نگریست، اما مارتین را آرام کرده نتوانست. مارتین می دانست که این همه گپ را به روف فهماندن کار دشوار می گردد. پدرش باشد یقین از دروغی بی‌معنی فایده میبرد تا فاتحه آنها بیکار گردد. تخمین‌های ناخوشی مارتین دیری نگذشته راست برآمدند. روزی دیگر تختکشان از روف مکتوب آورد. مارتین خبری ناخوش را پیشکی حس کرده، فی الحال لیفافه را گشاد و حتی از پس خطکشان درانه بسته به خواندن نامه درآمد. مارتین خواندروان بدون اختیار دست به کیسه انداخته تماکو و کاغذی تماکو پیچینه را کافت، زیرا وقتهای پیش آنها را دائما همراه خود گرفته میگشت. او نمیفهمید که کیسهش کیها باز خالی است و حتی نمیدانست که در آن چی میکاود. در نامه آداب و تمکینی پره رعایت کرده شده بود. در آن از قهر و غضب نشانه نبود، اما از سطر اول تا آخر درد و الم و یأس و نومیدی حس کرده میشد. شما امیدهای مرا برباد دادید، می نوشت روف. وی گمان کرده است که مارتین رفتارهای ناجایش را ترک می کند و به خاطر محبتی نسبت به او داشتهش راضی است که خاکسارانه به شایسته زندگی کند. اکنون باشد پدر و مادرش به قطعیت طلب کردند که فاتحه آنها را بیکار کرده شود و او نیز چاره ندارد که اساسناک بودن دلیل‌های آنها را به گردن نگیرد. از مناسبت آنها بوی نیکی نمی آمده است. این از اول سهو بوده است. از میان یک روز گذشت، 2 روز گذشت، اما از جواب درک نبود. دیرمانده در همان صحیفه کشاده می خوابید. غرمی دستنویسای بازگردانیده شده زیر میز همون کلان می شد. مارتین در تمام عمر خود باری نخست به درد و عذاب بیدارخوابی مبتلا گردید. او 3 مرتبه به خانه مارسا رفت، اما هر 3 دفعه هم خدمتگار او را از آستانه گذشتن نماند. بریسندن بیمار خوابیده بود و مارتین به عیادت او رفت. زبانش نمیگشت که از غم و اندوه خود
دهان گشاید. غم و اندوه مارتین باشد حد و حساب نداشت. روز مارتین در کوچه گرترود را دید. گرترود به وی خبرهای را رساند که مارتین از این پیش هم آنها را میدانست و براستیشان دلش گواهی میداد. گفت که برنارد خیگین با تماس قهر و غضب به خود جای نشست نمی‌یابد. میگفت است که مارتین به خاندانشان اسناد آورده است و به خانهش آمدن او را منع کرده است. کاش که به یگان جا میرفتی مارتین التجا میکرد گرتروده رفت و دوغیچ کرده به یگان جای درستکک بکار درا. بعد این گپا که خب شد میتوانی بازگشته بیایی. مارتین سر جنبان اما سببی رفتن نتوانستنش را به خواهرش نگفت. چه خیل هم گوید بین او و خویشاوندانش جر پیدا شده بود. او دیگر قدرت نداشت که از بالای آن جهیده گذرد. مناسبت شخص نیتشه پرست را نسبت به سوسیالیسم به گرترود فهماندن عجب خنده‌آور است. در زبان چنین سخنان نیستند که او به این آدمان عقیده های خود، رفتار و کردار خود را به واسطه آنها معنی داد کند. گرترود به او پول تکلیف کرد اما مارتین به علامت این کار سر جنباند. هرچند میدانست که چند روز پس ناعلاج کاستیومش را به گرو میماند. حالا حاضر تو به چشم برنارد ننما. پند میداد او را گرتروده. 1 ماه 2 ماه میگذرد وی آرام میشود. آنگاه اگر خواهش کن حتی به عرابه کشی گرفتنش هم ممکن. اگر من به تو لازم شوم هر وقتی که خواهی کسفریستان من به نزدت می آیم. فهمیدی؟ گرترود آقا بیدیده کرد و به راه در آمد. مارتین باشد وزنین و خسته حالانه راه گشتن خواهرش را دیده حس کرد که از غایی غم و غصه تحمل ناپذیر دلش به تنگ آمد و هنگامی که او از پسی خواهرش می نگریست بینای نیتشه پرستی بناخواست لرزید و به جنبش آمد. در حق کدام یک طایفه مجردی غلامان محاکمه و ملاحظه راندن بدیه نداشته است، اما تطبیق نظریه نسبت به خویشاوندان خود چندان آسان نبوده است. حالان که اگر مثال آدمی ضعیف و ناتوان که ظلم توانگر را می‌بیند لازم شود، بهتر از گرترود مثال یافتن دشوار است. مارتین به این اختلاف حتی ترش رویانه تبسم کرد. اگر دلش یک بلرزه آید و وی به عقیده هایش شک آورد، زب نیتشه پرست بوده است. آیا در این لحظه در وجود او همان اخلاق غلامانه ظاهر نشده است؟ مگر دلسوزی او نسبت به خواهرش حسی غلامانه نیست؟ آدمی حقیقتا توانا باید از دلسوزی و شفقت بالا ایستد. این حسیات در تهخانه ها که در آن غلامان زندگی میکردن تولید گشته نصیبی ناچیزی ناتوان و بدبختان بودست و بس. کاری دیرمانده پیش نمی رفت. دستنویسایی که مارتین به ردکسی ها می فرستاد در زیر میز می خوابیدند. تنها یک دستنویس همانا سیر داشت. آن داستانی بریسندن افمریده بود. ولوسیپد و کاستیوم سیاهی مارتین باز به گرو مانده باز به گرو رفتند. برای ماشینه که خط نویس باشد مهلتی ادای حق از روی عادت قفا پرتافته شد، اما این مارتین را ذره به تشویش نانداخت. از میان چند هفته گذشت و اینک روز حادثه روی داد که مارتین کیها باز نگرانش بود. او در کوچه با روف روبرو آمد. روف تنها نه بلکه با برادرش نورمن همراه می رفت. راست هر دو هم چنین وانمود کردند که مارتین را نشناختند و هنگامی که او نزدیک رفتن خواست نورمن پیش راهش را گرفتنی شد. اگر شما جرأت کرده به خواهرم نزدیک شوید، گفت او، من پلیسمن را جیغ میزنم. وی با شما مالی گپ زدن ندارد و شلوکینی شما برای وی حقارت است. بهتر از جنجال نبردارید، مایوسانه گفت مارتین، وگرنه از راستی هم پلیسمن جیغ زدن لازم میاد و آنگاه نامتون به گازیت میافتد. یک طرفی سید و خلل نرسانید، من باید با روف گپ زنان کنم. من این را از زبان خودی شما شنیدنیم، گفت او به روف.
رنگ روی روف کند، بدنش لرزید، اما از راه باز ایستاد و نظری سوال‌آمیز به مارتین افکند. با آن سوالی که من به شما در مکتوبم داده بودم جواب گردانید، اصرار کرد مارتین. نورمان حرکتی بی‌صبرانه‌ای کرد، اما مارتین با نگاه خود بی‌طاقتی او را فرو نشاند. روف سر جنباند. شما با اختیار خود عمل کردید؟ پرسید مارتین. ها، گفت روف با آوازی پست و آهنگی قطعی. با اختیار خود عمل کردم. شما شرمنده کردید. رویم نه که با شناسا روبرو شوم. در دانی همه گپی من انا همین است، همین آنچه که من با شما گفته میتوانم. شما به وقت من ضامن شدید و من شما را دیگر دیدن نمیخواهم. شناسا، غیبت، تهمت و بهتان گزیته، این چیزها در پیش محبت آب خورند. پس شما ما را هیچ وقت دوست نمی داشتید؟ چهره رنگ‌پریده روف سرخ شد. بعدی همین آنچه که روی داد گفت او مارتین خودی شما نمیدونید که چی ها میگوید. شما ما را که گمان میکنید؟ میبینید که وی به شما گو زدن نمیخواهد. ندا کرد نورمان و برای خواهرش را از اینجا بردن از آرینجش گرفت. مارتین از پس آنها نگریست و به اختیار تماکو و کاغذی تماکو پیشانی برآوردنی شده دست به کیسه انداخت، اما در کیسه نه تماکو داشت و نه کاغذی تماکو پیچی. تا اوکلند شمالی راه خیلی دور بود، اما مارتین به خبر ماند که این راه را چسان پیمود. مارتین 5 روز از خانه بیرون نشده، با کسی وا نخورده و برای این نیمکاله خوراک خوردن به زور از سری کار خسته دیر مانده را می نوشت. روزی ششم پگاهی خطکشان به او از محرری پارفنون مکتوب آورد. لفافه را گشاده او در حال بدید که افمرید را قبول کردند. ما داستان را برای خواندن به میستر کارترایت بروس دادیم، می نوشت محرر، و او درباره آن عقیده مثبت اظهار کرد و ما آن را با کمال خوشنودی در ژورنالمان چاپ میکنیم. از بس که حق قلم پیشنهاد شده $350 را تشکیل میداد، مارتین به دل اندیشید که تلگرام دادن حاجت ندارد. اکنون روزگی بریسیدن را گرفتن لازم بود و بس. مارتین از خانه برآمده به تراموای سوار شد و به حولی ها و چارسوهای سری راه نگریسته غمگینانه از دل می‌گذرانید که او را نه موفقیت دوستش به هیجان می آورد و نه غلبی به دست آوردهش. او وارد مهمانسرای شده، شتابان به حجره بریسیدن برآمد و دقیقه پس همان شتابکارانه پایین فرآمد. حجره خالی بود، چیزها همه بیرون برآورده شدند. آیا میستر بریسیدن رفت؟ پرسید مارتین از دربان. او آدرس خود را نمانده است. دربان به مارتین نگاهی تعجب‌آمیزی کرد و گفت مگر شما از چیزی خبر ندارید؟ مارتین به علامت انکار سر جنباند. در این خصوص همین گزیده ها نوشتند او را در بستر خود مرده یافتند، خودکشی به سرش تیر پرانیده است. دفن کردند؟ به نظر مارتین چنین نمود که این سوال را آوازی بیگانه، آوازی ناشناسی داد. نه، بعد تفتیش جسد را به شرق فرستادند. ادوکات های خویشاوندانش تکلیف کرده بودند، همه کار را برابر کردند. برای چی اینقدر شتاب کردند؟ پرسید مارتین. یعنی چی خیلی شتاب کردند؟ آخر این واقع 5 روز پیش از این روی داده بود. 5 روز پیش؟ ها، 5 روز. آها، حالا همین خیلی گوید؟ غرغر کرد مارتین و از مهمان سرای بیرون شد. او سری را با تلگراف در آمد و با ناشری پارفنون خبر داد که میتواند داستان را چاپ کند. تلگرام را با طریق ایده تعدیه فرستاد، زیرا در کیسه همگی 5 سنت برای بازگشت مانده بود. مارتین به خانه خود بازگشت، دوباره به سری کار نشست. روز و شب‌ها یکی پس دیگر می‌گذشتند. وی باشد همان در سری میز نشسته کار میکرد. او تقریبا از خانه بیرون نمی برآمد و اگر مصالح داشته باشد شوربا یا شوله پخته، خون سردانه، تمتو، و اگر مصالح خورو نداشته باشد با همان خون سردی قناعت پیشه میکرد. نهایت روزی فرا رسید که مارتین درمانده را با آخر رساند. وکیل اداره اجاره برای بردن ماشینی خط‌نویس آمد و به لب
کتی مارتین نشسته منتظر شد که او کی صحیفه آخرین را نوشته تمام میکند. انتها چاپ کرد در ماشینکه مارتین و این در اصلا برای او انتها بود. ماشینکه را برداشته بردن وکیل را دیده او یک نوع سبکی حس کرد. بعد این او خود را به کت پرتافت. از گرسنگی تماما بیمدار گشته بود. 36 ساعت باز او به دهان حتی آب نگرفته و یگان مراتب خوراک را به خاطر هم نآورده بود. ماریا در پس در ایستاده با یک مرام غرغر کردن اجاره‌نشین خود را گوش میکرد. سخنان شعر برای ماریا معنی نداشتند، اما خود به خود گپ زدن مارتین او را ترساند. لیر دورم باش، خواندم من سرودی خیش را، بستنین انداخت آواز سرود، همچو سازی مرگ بود. آن سرودم رفت بر قعر چراغان ابد، لیر دورم باش. خواندم من سرودی خیش را، خواندم کیها به زیر فرقها، در کنار بیشه سبز و سیاه. من جوان بخت و دلاور بودم، در سراییدن کنون افسردم. اشک می بندد گلویم، من کنون آهسته راهی قبر پویم. لیر دورم باش، خواندم من سرودی خیش را. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи мартин идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати абдуҷалили Амон шунидед. поёни гуфтори 28. коргардон Даврон соҳибзода шоду сарбаланд бошед.